سلام، من دکتر نوید خپلواک هستم. بحث امروز ما در مورد دستگاه تنفسی است. ریسپیریشن یا تنفس پروسه است که طی اکسیژن به داخل وجود و کربن دی اکساید به بیرون وجود انتقال میکنه. یعنی در پروسه ریسپیریشن اکسیژن از اتمسفر یا از بیرون به داخل میاد و کربن دی اکساید که در داخل وجود ساخته میشه به بیرون از وجود انتقال میکنه. این پروسه را به نام ریسپیریشن یاد میکنه. دو نوع است: اینترنل ریسپیریشن و اکسترنل ریسپیریشن یا تنفس داخلی و بیرونی. چی معنا داره تنفس داخلی و بیرونی؟ تبادله گازات بین شش و قلب جریان خون ببخشید بین شش و جریان خونه تنفس بیرونی یا اکسترنل میگیم و تبادله گازات بین خون و حجرات بدن یا انساج بدن به نام تنفس داخلی یاد میکنیم. درست؟ ریسپیریشن دو نوع است و در دو فاز مختلف صورت میگیره. فازهایی که پروسه انتقال گازات اکسیژن و کربن دی اکساید مهیا می سازه انسپیریشن و اکسپیریشن است. انسپیریشن کش کردن هوا به داخل وجود توسط طرق تنفسی. اکسپیریشن بیرون راندن هوا از وجود توسط طرق تنفسی. یک انسان بالغ جوان و صحتمند در 1 دقیقه از 12 تا 16 مرتبه تنفس میکنه. breaths per minute که ایره ما به نام respiratory rate یا RR یاد میکنیم. respiratory rate. میریم به طرف وظایف respiratory tract یا مکلفیت هایی که دستگاه تنفسی داره. خب به دو بخش تقسیم میشه دستگاه تنفسی: upper respiratory tract یا دستگاه فوقانی جهاز هاضمه که شامل اورال کاویتی یا دهن، چون هوا توسط دهن و بینی نوس به حلقوم انتقال میکنه و از حلقوم بالاخره به بلعوم و از اونجا به قصبه توریه و بشش. ارگان های فوقانی شامل دهن، نوس، بینی، فارنکس و لیرنکس است. از لیرنکس پایین یعنی لیرنکس یا بلعوم، قصبه توریه و شش، اینا ارگان های تحتانی جهاز تنفسی است. lower respiratory tract یا ارگان هایی که در قسمت تحتانی جهاز تنفس قرار داره. خب تراکیا، بایفرکیشن آف تراکیا در جایی که قصبه توریه به دو بخش راست و چپ تقسیم میشه که هر کدامش داخل شش راست و چپ میشه به نام کرینا یاد میشه. کرینا در فیفت توراسیک ورتبری موقعیت داره. فیفت توراسیک ورتبری یعنی در ستون فقرات ما فقره پنجم قفس سینه روبروی این ناحیه است که به نام کرینا یاد میشه. در کرینا برونکای قصبه توریه به دو بخش تقسیم میشه. ای از قصبه توریه به دو بخش راست و چپ تقسیم شد: برونکای راست و برونکای چپ. دیویژن بعدی که صورت میگیره برونکای راست و چپ ما به سکندری برونکای تبدیل میشه. سکندری برونکای امتداد پیدا میکنه و به ترشری برونکای تبدیل میشه. ای از برونکای پرایمری برونکاس یا پرایمری برونکای به دو بخش تقسیم میشه. ای سکندری برونکای یمو پایپ که هوا را از محیط انتقال میده به داخل شش و در داخل شش هم مثل ریشه درخت تقسیمات داره، تقسیم میشه و بالاخره میرسانه خود به کیسه های هوایی. سکندری برونکای به تقسیمات کرد و به ترشری برونکای تبدیل شد. ترشری برونکای دوام میکنه به برونکیولز تبدیل میشه. برونکیول به دو بخش دیگه در امتداد خود تقسیم میشه که ترمینال برونکیولز. ترمینال برونکیول دوام میکنه و تبدیل میشه به رسپیریتری برونکیولز. رسپیریتری برونکیولز در مسیر خود تقسیم میشه به الویولر دکت. ای الویولر دکت است. الویولر دکت. اوکی.
الویولار دکت در مسیر خود تبدیل میشه به الویولاس یا کیسه های هوایی. اینا واحدهای ساختمانی و وظیفوی جهاز هاضمه است. کیسه های هوایی یا الویولای. اینا درختی از پیپ هایی است که هوا را به داخل شش انتقال میده تا به رسپیریتری برونکیولز به نام کندکشن زون یاد میشه و پایین تر از رسپیریتری برونکیولز که شامل کیسه های هوایی اسنار و ایناست که به نام رسپیریتری زون یاد میشه. به هر حال وظایف غیر تنفسی جهاز تنفس کم بررسی میکنیم یا non respiratory functions of respiratory tract. وظایفی که سهم در تبادله گازات نداره. آلفکشن یا تشخیص بو، آخذه هایی که بوی را برای ما تشخیص میکنه در ناحیه بینی قرار داره که جزء از سیستم تنفسی ماست. وکالایزیشن یا تنظیمات صدا، گپ زدن، آوازخوانی و ترنم هم از اینا توسط لیرنگز وکال باکس تنظیم میشه که جزء از سیستم تنفسی یا دستگاه تنفسی ماست. در پهلوی اینا وظایف خیلی مهم دیگه که موجود است دیفنس مکانیزم یا دفاع از وجود ما. توسط چی؟ و از چی باید دفاع کرد؟ از گرد و غبار، دست. توسط چی دفاع میکنه؟ توسط سلفه کف. سلفه یکی از بهترین مکانیزم دفاعی بدن ما خصوصا دستگاه تنفسی است. سنیزینگ یا عطسه زدن هم از اینا مواد مضر و ذرات مضر که توسط تنفس به داخل شش رفته به بیرون توسط مکانیزم دفاعی شش بیرون رانده میشه. تولید هپارین که آنتی کوآگولنت است توسط حجرات مخصوص در شش صورت میگیره. هپارین نمیگذاره که خون در داخل شش لخته شوه و سبب پالمونری ترومبوامبولیزم بگرده. توسط حجرات به نام ماست سل تولید میشه. آنتی کوآگولنتس است. همچنان انزایمی که توسط شش تولید میشه انزایم انجیوتنسین کنورتینگ انزایم یا ACE Angiotensin Converting Enzyme که در بلد پرشر رگولیشن یا در تنظیم فشار خون رول مهم داره توسط شش ما تولید میشه. همچنان واتر بالانس یا تعادل مایات خصوصا آب در وجود توسط شش ما صورت میگیره. ایواپوریشن یا تبخیر مایات در صورت ضرورت توسط شش صورت میگیره. اینا وظایف است که در پهلوی تنفس یا رسپیریشن توسط دستگاه تنفسی صورت میگیره. ممنون.